که به یه دختری پیام دادی ولی سین نزد، این کاری که میگم رو انجام بده. پسرایی که به یه دختری پیام میدن و جوابشون رو نمیگیرن، انقدر اعتماد به نفسشون میاد پایین که دیگه به خودشون اجازه نمیدن دوباره پیام بدن. انقدر خودشون لایق نمیدونن و بعد از سین نکردن یا جواب ندادن دختره میگن که خب دختر منو پس زد، منو لایق خودش نمیدونه، در سطحش نیستم، در حدش نیستم و دیگه به خودش اجازه نمیده بیشتر از این وارد زندگی دختره بشه. مردای فهمیده و با اعتماد به نفس میدونن که این احترام گذاشتن نیست، این خجالتی بودنه که روان دختر اگر سالم باشه همیشه یه پسر ضعیفو پس میزنه. اگه پیام دادی سین زد جواب نداد، بنویس که یادت رفت جواب بدی، یا اگر سین نکرد بگو یادت رفت پیامم رو بخونی. یه جوری با اعتماد به نفس برگرد جواب بده که اصلا برات تازگی داره کسی جواب تو رو نده یا سین بزنه جواب نده. اصلا دور و بر از این خبرا نیست. وقتی باهات حرف میزنن انقدری باهات حال میکنن که اصلا دوست ندارن از صفحه چت بیان بیرون. اگر در ادامه برگشت گفت که اصلا قرار نبود پیامی بفرستم، بگو که کدوم شرکت رو اداره میکنی که وقت نداری. این حاضر جوابیه همیشه برای دخترها جذابه.